اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظیم. سوره نساء آیه 9. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بنده میخواهم از طریق این دریچه کانال یوتیوب با شما باشم تا بتوانم که واقعیت و ماهیت اقتصاد اسلامی و مخصوصا بانکداری اسلامی را به سمع شما برسانم. دوستان عزیز، شما میدانید که اقتصاد یک بخش حیاتی و کلیدی بشریت است. انسانها بدون اقتصاد نمیتوانند که زندگی درست و زندگی بسیار با مفهومی را داشته باشند. در طول تاریخ بشریت انسانها نیازمند تمویل مالی، نیازمند شگوفایی اقتصادی و پیشرفت‌های مالی بودند و پدیده اقتصاد از منظر انسانی و بشری یک پدیده بسیار ارزنده و مهمی در زندگی بشری است. وقتی ما نگاه میکنیم از بدو خلقت انسانها تا اکنون، کشورها و انسانها و خانواده‌ها برای به دست آوردن مال و تمویل مالی و شگوفایی اقتصادی سعی و تقلا میکنند. دوستان عزیز، از منظر دینی هم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که الله متعال هر پیغمبری را که فرستاده است در پیامها و فعالیت‌های عملی آن پیغمبر بحث‌های اقتصادی، شگوفایی مالی، پیام‌های مالی برای رهروان و پیروان خود داشته است. وقتی ما می‌بینیم بعضی از پیغمبران الهی حتی به خاطر یکی از فلسفه‌های ارسالشان هم مبارزه علیه فساد مالی و کرپشن بوده است. به طور نمونه ما می‌بینیم که حضرت شعیب علیه السلام یک وظیفه‌اش همی بود که باید قوم خود را از فساد مالی باز می داشتند و همچنان حضرت موسی علیه السلام و در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم وقتی که آمدن به حیث یک رهبر اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی در طول تاریخ داشتند که در پروگرام‌های بعدی و انشالله که خدمت شما موضوعات نقش بارز اقتصادی پیغمبر اسلام را هم ما خدمت شما عرضه می‌کنیم. و در اقتصاد هم یک بخش مهمی از اقتصاد دوستان عزیز بانکداری اسلامی هست. بانکداری اسلامی است که امروز یک دغدغه بزرگ در دنیای معاصر ایجاد کرده و دارن کشورها، مخصوصا کشورهای بسیار پیشگامی اقتصادی، کشورهای بسیار پیشرفته مالی، مخصوصا 20 کشوری که در رأس کشورها قرار دارند، اینها توجه جدی به طرف بانکداری اسلامی و استفاده از این خدمات و از این فعالیت‌های بانکداری اسلامی و تولیدات بانکداری اسلامی میکنند. پس نیازمند است که باید ما این پدیده را شرح و بسط بدهیم و این پدیده را باید ما به سمع دوستا برسانیم. از اینکه بنده یکی از شاگردهای مکتب بانکداری اسلامی هستم و این را مسئولیت خود دانستم که باید به هر شکلی که میشه به نحوی مش نمونه خروار باید بتوانم از طریق صفحات اجتماعی که امروز انقلابی بزرگی را ایجاد کرده است باید به سمع مردم و دوستان عزیز رسانده شود. دوستان عزیز، قرآن مجید هم وقتی می آید در سوره نساء آیه 9 وقتی من خواندم، الله متعال میگه باید انسانها، کسانی که بعد از خود یک نسل ضعیفی از دید مالی بعد از خود میگذارن، بعد از الله بترسن چنین کاری نکنند. یعنی باید اونها نسل‌های خود را جنریشن بسیار قوی و از منظر مالی و فکر مالی باید داشته باشند. در چوکات اقتصاد یک بخش مهمی از اقتصاد را بانک‌ها تشکیل میده و یک بخش مهمی از بانک‌ها را هم بانک‌های اسلامی تشکیل میدهد. از این جهت در درس امروز یا در کانال امروز ما و شما پیرامون خود بانک ها و تعریفی از بانک و وظایف بانک ها، البته بانک های تجارتی، کامرشال بانک، میخوایم که صحبتی داشته باشیم و در درس های بعدی و کانال های بعدی انشاءالله در مورد بانکداری اسلامی و ماهیت و تولیدات و خدمات و سرانجام پول و مراحل تکامل پول و نقش بانکداری اسلامی در پیشرفت های مالی انشاءالله برنامه های می داشته باشیم. دوستان عزیز، یقینا که امروز نظام بانکی در جهان معاصر در عرصه کنترل فعالیت‌های اقتصادی و گردش آوردن چرخه پیشرفت‌ها و
اقتصادی و توسعه مالی نقش کلیدی را ایفا می‌کند. این به همه معلوم است و یک بخشی بزرگی از اقتصاد امروز بانک ها می‌سازد و فعالیت های بانک ها بسیار ملحوظ و ملموس است و بانک ها به عنوان بخش عمده‌ای از بازارها و مؤسسات مالی نقش کلیدی و اساسی در ساق دادن منابع مالی به سمت فعالیت های مولد دارند. بانک هاست که منابع مالی رو جمع آوری میکنند، بعد اونها را سرمایه گذاری و اینوستمنت میشه و این فعالیت های در او بخش ها میکنند.